سلام بچه ها، من گرینایت هستم و امروز اومدم درباره معنی و مفهوم کلی گرینایت یا شوالیه خاکستری باهاتون حرف بزنم. واقعیتا گرینایت همون شوالیه خاکستری کسیه که اگه بخوایم همینطوری بگیم کسی که یه لباس خاکستری یا همون یه زره خاکستری پوشیده و با مردم میجنگه. این معنی عادیه شوالیه خاکستری. ولی اگه ما بخوایم به طور خیلی خیلی مفهومی وارد قضیه گرینایت یا همون شوالیه خاکستری بشیم، این برمیگرده به دیدگاه ما. گرینایت شوالیه خاکستری کسیه بین شر و خیر. یعنی چی؟ یعنی شما کسی رو تصور کنید که آدم خوبیه، به مردم کمک میکنه، ولی ناچار میشه آدم ها رو بکشه. به این تناقض بین شر و خوب میگن گرینایت یا همون شوالیه خاکستری. مثال زیادی براتون میزنم در ادامه. مثلا برای مثال بخوام بهتون بگم، لوک اسکایواکر از فیلم جنگ ستارگان اگه یادتون باشه، وقتی که تبدیل به اناکین اسکایواکر اگه اشتباه نکنم یا لوک اسکایواکر، اناکین اسکایواکر از فیلم جنگ ستارگانه که وقتی که این تناقضش اول خوب بود، بعد طی یه اتفاقی شر میشه دارث ویدر، همونطور که همتون میدونین. و به این تناقض میگن شوالیه خاکستری. یعنی اناکین اسکایواکر نمیم که آدم بدی شد، درسته، ولی شوالیه خاکستریه. چرا؟ چون که اون اولش نمیخواست بد بشه، خوب بود بد شد. به این نمیگم که مثلا الان بده یا خوبه، میگم که اون تناقضی که از خوبی شد بدی، به اون نقطه میگن شوالیه خاکستری. مثلا خود بتمن رو مثال براتون بزنم، اکثر آدم ها بتمن رو با شوالیه سیاه میشناسن، میگن بتمن شوالیه تاریکی، شوالیه سیاه است. ولی بتمن نکنید، بتمن نمیخواد کسی رو بکشه و بقیه‌اش سیو میده، درسته؟ ولی بعضی وقتا بتمن مجبور کسی رو بکشه. داریم کسی هم کشته اگه اشتباه نکنم و برای همین بهش میگن شوالیه خاکستری. یا ما اگه اشتباه نکنم کاراکتر گوست رو داریم از بازی کال آف دیوتی که طی اتفاقی ایشون هم در ادامه بهش میپردازیم، طی اتفاقی ایشون شوالیه خاکستری محسوب میشه. حتی خود جان جونزی اگه بشناسین از بازی فورتنایت هم شوالیه خاکستری دیگه میشه. با لستافاس هم همین حرف زد، با بعضی از بازی همین حرف زد. خیلی از بازی ها هستن که شوالیه خاکستری درشون حضور داره. در کل موضوع کلی ویدیوهای این چنل قرار درباره شوالیه خاکستری باشه. یعنی ما 5-10 دقیقه فقط درباره یک کاراکتر هست که یه دنیای گیم، بازی، فیلم، سریال، کتاب حرف میزنیم. و شما بهم بگید، حتما تو کامنت ها برام بنویسید که دوست دارید کدوم کاراکتر گیم، بازی، کتاب، سریال، فرق نداره، دربارش تحلیل کنم یا به نظرتون شوالیه خاکستری رو بیام براتون دربارش سخن بگویم یا حرف بزنم، ویدیو بگیرم. خب و بله، در ادامه ویدیو، یعنی این ویدیو اوله، در ادامه ما با کاراکترهای همچون گوست، بتمن، اسپایدرمن، همه اینا رو هستیم و ازشون ویدیو میگیریم. ولی میخوام خودتونم تو کامنت ها بهم بگید. و این شد از توضیح کلی گرینایت یا شوالیه خاکستری. امیدوارم که از این ویدیو به عنوان ویدیو اول راضی باشید، خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده باشه حتما یادتون نره لایک کنید ویدیو رو، حتما کامنت بذارید
در مورد اینکه دوست دارین ویدیوی بعدی چی باشه و سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن یادتون نره. تا ویدیوی بعد، گری نایت هستم و خوشحالم که اینجا هستم. فعلا خداحافظ.